از آثارخانه تاریخی ولایت سوخت دوام 7 ماه سپری شده سال جاری زیاده از 33417 نفر سیاحان داخلی و خارجی دیدن نمودند. دیدار سیاحان خارجی باشد از آثارخانه 1000 نفر را تشکیل می‌دهد. فرقیت به نسبت به سال گذشته زیاد است، برای آن که وابسته به وضعیت هایی که سال گذشته مثلا کووید 19 که بسیاری ها به بیماری چنین گرفتار شده بودند، از آثارخانه در مدت یک سال زیاده 600 نفر تماشابینان خارجی و داخلی دیدن کردند که تقاضا به سال 2022 در مدت 7 ماه آخر زیاده از 1000 نفر را تشکیل دادند که این هم شماره زیاد را تشکیل می‌دهد. در دایره همکاری با فدراسیای روسیه دوام ماه август یک گروه عبارت از 19 نفر سیاحان به تاجیکستان تشریف آوردند. آنها از موضع‌های تماشابی به شهر خوجند اینچنین آثارخانه تاریخی ولایت سوخت دیدن کردند. با زبان‌های خارجی، زبان انگلیسی، زبان روسی، تاجیکی و ازبکی با آنها سیر علمی گذرانیده می‌شود که شماره سیر علمی در مدت 7 ماه زیاده به 300 نفر تماشابینان خارجی و داخلی از طرف راهپلدان سیر علمی گذرانیده شد. طبق مقرر کرده نرخنامه راهبریت ورود به تماشای آثارخانه برای شهروندان خارجی یعنی سیاحان اتحاد دولت‌های مستقل 8 سومانه، برای شهروندان خارجی دور 15 سومانه، برای شهروندان کشور 3 سومانه و برای طالب علمان 2 سومانه معین کرده شده است. دوام ماه‌های سپری شده سال 2022 از مؤسسه دولتی مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند باشد زیاده از 26000 نفر دیدن کردند. از این رقم زیاده از 700 نفرشان را سیاحان خارجی تشکیل می‌دهند. وقتی که سیاح به مؤسسه ما تشریف می‌آید از موضع‌های تاریخی یعنی از آثارخانه تاریخی، آثارخانه باستانشناسی و استحکام شهر خوجند، خانه موزه کمال خوجندی و از حدود قلعه خوجند دیدن نموده به خود غذای معنوی می‌گیرد. از مؤسسه دولتی مجمع تاریخی فرهنگی استقلال دوام ماه‌های سپری شده سال روان زیاده از 10,000 نفر سیاحان داخلی و خارجی دیدن نمودند. از این نشان داد 150 نفرشان را سیاحان خارجی تشکیل می‌دهند. فرقیت نسبت به سال گذشته در آن میباشد که سال گذشته از سبب بیماری کووید 19 سال کمتر شماره سیاحان کم شد. برای همین هم از سال گذشته در سال جاری مهمانان بسیارتر میباشند. سیاحان از مجمع تاریخی فرهنگی استقلال از عنعنه‌های مردم قدیمی تاجیک، سر و لباس، آلات مهنت، طرز زیست و زندگانی برخوردار میشوند. ضمن نشست خبری این نهاد مدیر بخش رشد سیاحی مقامات اجرایی کمیته دولتی ولایت سوخت عبدالمجید رحیموف ابراز داشت که حال در شهر و ناحیه‌های ولایت 40 آثارخانه، 1190 یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی و 90 زیارتگاه موجود میباشد. دوام 6 ماه سپری شده سال روان زیاده از 85,000 نفر شهروندان داخلی و خارجی از 29 موضع‌های تاریخی و فرهنگی و باغ و گلگشت‌های ولایت دیدن نمودند. علاقه تحلیل‌ها نشان دادند که دوام 6 ماه سال 2022 129 از 6% شد. شماره تشریفی سیاحان هم داخلی هم خارجی. اینچنین دوام 6 ماه سال جاری از خارج کشور نیز از برای معرفی امکانیت‌های سیاحی ولایت تشریف آوردند، از جمله از کشور آلمان، ژاپن، فدراسیون روسیه، ترکیه که با آنها ما علاقه همکاری داریم، ظرفیت‌های سیاحی ما را معرفی می‌کنند. حالا در شهر و ناحیه‌های ولایت 41 شرکت‌های سیاحی، 2 تشکیلات جمعیتی موجود میباشد. در ولایت 91 سوبیکت‌های خدمت‌رسانی سیاحی از جمله 61 مهمانخانه، 16 آسایشگاه، 2 مرکز معالجوی و گنجایش نزدیک به 7000 نفر جای فعالیت دارد. گزارش سید مختار سید انور، نسیم جان رحیموف و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.